حاجی خریدین بازار قطعی اکای ما از سال 84 از سال 85 تا 2025 با هم یک جا کار و فعالیت میکردن. با ما میخدا این حاجی خریدین یک بچه خاکساری زمینی صغیر پروری همه کس کمکش در تمام مردم تاجیکستان کمکش رسیدگی. شخصا من خودم دانشجو بودم، پیش اومدم گفتم استاد حاجی خریدین من فلانی هستم، من باید توی برم. گفت که ای پگه بیو. من در خانه حاجی خریدین 3 سال شب رو در خانهش بودم. خدا و هم پدرش رحمت کنه 50 دانشجو رو پدر امیکاس در همون خانه جا کرد. یک قطعه برای بزرگی حاجی خریدین میخوره. این حاجی یکی از شخصیت صغیر پروار من به مامانیت به محبت میگم بنا میخوره. این قضیه که مردم ای سال 85 یک جا بودن یک قرصک شود. بهترین همکار هستن، با هم هستن. روننده بهترین اسلامی یک انمی شما خیر بود. او اسلامی دو بچه شاید شما خیر های میکنن. یکی شما خیر همی بود بخدم رای فیض بود رفتیم خدا مرا نگاه کنه. قرصک شد برای یکی ما جان. زنده باشید. استاد حاجی اکبر خیریدین بازار حاجی اکبر فردی را همی شخصیت کدگه. بعضی ها حاجی نمره میروان یه حاجی فردی کدگه. مادرش در دیدار فرزندش انتظار بود. وقتی که حاجی خریدین همه کتلو برگشت مادر حاجی خریدین پامانداز آماده کدگه برای فرزندش که فرزند من میاد لیکن او پامانداز در روی تابوتی مادرش گذاشتن. برای بزرگی مادر یک قرصک بزنیم خدا مادرش رحمت کنم. من سطح خود کوی مادری همون نشم سطح کوی مادر خود میشم. خدا رحمتش کنم. بهترین استاد در نام مستقیم. هر قدر کتاب نویسم هر قدر شاهنامه نویسم برای خودت کمه. قربان قدمات قربان عبود شریف. سلامت باشید برنده خوش صدا. السلام علیکم مهمانان یار و دوستان، تمام مردم شراره، همه شما را به بزم خرسندی اکای عمر جان خوش آمدید گفته. شخصا برای ربانی جان خدا هم وقت در خانه توی بالای توی باشه. داماد و عروس با همدیگر پیر شوید، در عالم عشق خود جهانگیر شوید. 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. هر سال در این خانه دسته توی شود، مانند ربانی و خواهر جان چگونه خوشروی شود. 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. از طرفی همسیفا یار و دوستا خیش تبار مهمانا خوشمندید. برای ربانی جان، برای همینی جان، برای اکای عمر جان یک قرصکی بر دوام شراره سیتی شود. خاطر عمر جان زنده باشه. ما در خدمت شما در اینجا می‌نگریم. اوچا جانا آمد یا اپا جانا خواهر جانا برای بزرگی مادر جانا سرود اول در وسط مادر بعد برعکس بازی اکای عمر جان مبارک شود. بگذار همین خرسندی بالای خرسندی باشه. مهر محبت عزت احترام قدر قیمت ما بین ما کنده نشود. زنده باشین. برای اوچا جانا یک سرود مادر بعد برعکس بازی. ما در خدمت شما ای بندگان خدا.